گفت کو چند پول گرفتی چه قوای کاری همین جوش من دیدم تماشا کردم با جایی که من این گفت که وای فلان چی اجاد خست تو چیکار کار گشتی برای چی تو اهمیت نمیدی منم جوش تماشا کردم خیلی جلسات بسیارتر شده میستاد یک تشنه با یک 10-20 تا دیگه شینو را سر میکردن بعد بسیار همین تاجیکستانی ما همین خیلی زور میشد که با درجه اولی هر کسی رزق روزی و این نصیبش میبینه 100% همین 90% اش دلش میذاره اونجا 3% اش تازه 90% دیگه اش باید تازه نیست معلومه که همین چیکار قطعی مشغول بود همش روی آور خیلی که بنام سیاه بودم میگره خیلی که گفت که همه ایده دیلی پاکیزه و چیزی تازه کار کننده مثلا که من دیلی تازه کار میکنم من قسم خورم من صاف کار میکنم شما هم برابر من کار کنین آبادی شود مردم های مهاجرت بگرده یا جو بگرده زندگی خوب شود زندگی نغزی مردم شود پرزیدنت مونده گپ نیست انا که میم بعد یک کاری کردن در کار که وین بعضی 10 سال دارم اگر ممکن من از وظیفه میرم همین قطعه جان من خلاص میشه بسیار نقد میشه که همین بعد 5 سال کنم برای که 2 سال بعد سنجشو گذرانده میشود از یک طرف از یک تشکیلات دیگر دویم بار اومده تشکیلات دیگر وای میسنجد میشه 4 ساله جمع بستش میکنه 5 سال حکومت وای دیده برود که تو چه اندازه با همین حال خودش یافتد همین مسئله حال خودش یافتد میتونستن پرزیدنت با چند نفر دیگر مثال حرام خورا همین ایشوگران همشه باید خیزانده از جوشون میگفتن که شما هم از کار آزاد میتونستن این گپا گوون اون نفرانی که در دعوت کرده شدن و گوش کردن و علاقه همه اونا با خود خلاصه برآوردن که چیکار کردن در کار مثال همین سیاست قانون با بسیارتر سخت‌تر بگیرن همین آدما را بقپن با خوبتر میشود مثال آدما چشمشون میتورد مثال دیگر همین کارا را اجرا نکنند یار کس آزاد کنه این تاجیکستان هم با آزادی خلاص خوردم گفتم دست کدام میگرده